زمان حافظ خلقی تاجیکستان عبدالله نظری در همین کوچه زندگی میکرد و قدم میزد. تا حال مکتب هنری او پابرجاست. هرچند خودش در قید حیات هم نباشد، پیروان او تا هنوز کاری او را ادامه میدهند. در شهر دوشنبه کوچه هست با نام عبدالله نظری، یعنی خانه استقامتی عبدالله نظری در همین کوچه است و حالا ما به قدم جای او میرویم. همین باغی که حاضر شما دیده ایستادید و نهالهای گوناگونی که در این خانه در این حولی شما میبینید، هر یک نهال تاریخ شناندن خودش دارد و نهالهای هست در اینجا که با دست خودی پدرم شنانده شدن و تا امروز بهره میدهند. شهتوتی که در این طرف میبینید، این شهتوت را هم پدرم خودش شنانده است. گرمخانه ای که میبینید، این گرمخانه رو هم خودی پدرم ساخته است و همون میوه لیمون ها رو از قرغان تپه آورده شناندگی است. خواجگی دار بود پدرم، مهنت دوست می داشت، سخت کار بود، مهنت دوست بود. انا کاری رو که سر میکرد تا آخر انجام نمیداد، ما رو روز نمیداد. ما کار میکردیم با همراهی اون کس. این بسیار خصلت خوبی هر یک پدر و مادر است و شادروان عبدالله نظری هم خیلی خصلت داشت. مهمان نواز بود، مهمان دوست بود. در خانه همه وقت بزم و تماشا و صحبت های خاصه میشد با شخصیت های بزرگ. اینجا رفت آمد داشتند، می رفتند، می آمدند و بسیار تا آخر حیات عمر خوب و با برکت دیدند و فرزندهای و نبیره های زیادی را تربیت کرده از عالم گذشتند. در همین خانه همه وقت تا ساعتهای 3 و 4 افسری را فقط ما тавлак менавохтем و доира менавохтем. فقط базм و سرود شعرخوانی و سرودخوانی بود در حولی مسافید، حولی بابام. ممکن 10 ساله بودیم، 12 ساله بودیم. هر شب که در اینجا بازم و سرود دایره زنی و بازم و سرودخوانی بود، ممکن همون وقت مهری صنعت در همین وجود من جاری شد تا اون که ما همین صنعت همین بابگی را دوام میدهیم. گرچند که بابام همین سختگیر که بود در همین ساحه صنعت، با همین مرد مهربان بود. هر همین شنبه یک شنبه ما را فرزندان را نبیره را گرفته با ورزش و با سیر تماشا میبرد. گرچه که در استراحت بودیم، هرچ با همون فکرش در مال و گاو و خواجگی خانه بود. پسر جان ایزد جان همون دوستا که قفای ماشین گیر، بچه هم جایی قد علف بود را دم قفای ماشین بار کن. همه خیلی بایا بودن، دغل گپ نمیزدن، مهربان بودن، سیاست داشتن. سیاستی خیلی نه که از وی بترسن آدم یا بترسیم. یک حرمت احترام بود نسبتشون، یک جذبه داشتن. بزرگوار پدر بسیار شخصی مهماندوست بودن، دوستای زیادی داشتن. ما کودک بودیم، همین تای باغ با وقتی می اومدن، همینجا مهمانا می اومدند و یک بار همین شد که از همون مهمانا یک نفرشون اکای امریدین بهریدینوف بودن، نظرک زیادینوف دوستاش بودن، همون وقت اسا آدینایوف، همین شخصا خوشمراد یک رفیق دیگه شو اومدن خانه بستگی بودن. من یادم است که اگه من که گاو مال نگاه میکردم همون بالا با گوسفندا داشتن، ناخوش همون اکای همون تقوی بهریدین بالا بابا اومد و همون گوسفند دید و یک کشاله کرده گرفت و اینجا که همینا میکشیم. من که یکن همین گوسفند من کلام کردم دلم نمیشد، همین گریه کردم که نه همین گوسفند من نمیکشین، من نمیخوام کشین. بعد همون وقت با یادم که همین نرخ گوسفند 70 سوم 60 سوم همین خیلی بود.
بعد یک گروه همون مهمونو طرفی من شدن که بچه ها که غم نتیه زیق نکنین گوسپندش نکشه باید خوب نمیشه بچه زیق میشد همین نرخ گوسپنده همین دو کراول بستگی اینشون همین نرخ گوسپنده اوسته اینشون 100 سوم نه 200 سوم مانند همون وای شد پولی چودیس همین خیال کردن که نرخ گوسپنده خیلی کردن خیلی بچه یوش من هم فکر کردم ولاسیپد میخریم کوچ میخرم بودم راضی شدم هم گوسپنده همین خیلی و یا هم بود یادداشت ها بود همین خیلی یادداشت ها عبدالله نظری 20 سپتامبر سال 1930 در ناحیه دروازه ولایت کوهستان بدخشان به دنیا آمده بعدا سال 1954 به شهر دوشنبه دعوت شد و تا آخرین نفس در همین حولی عمر به سر برده است استاد عبدالله نظری خانه زیبا داشت کودکان زیبا داشت همسر زیبا داشت و هر یک ستون این خانه نقشی ماندگار و عجیبی دارد چشمت غباری مقدمه خاکی پایش را جبی نم پیش دستی میکنه خاکی پایش را جبی نم پیش دستی یادم است که از خدمت عسکری اومده بودم یک شب در دره رومیت داریم همونجا اگر اهمیت داده باشین در سری منم همیخیلی توقی اگه در سری پدرم توقی چوستی کمتر پستر رو بسیارتر همون رو استفاده می‌بردم همه وقت سبت‌های شانده بسیار جامعه ملی تاجیکی ملی خودم رو دوست می داشتم لباس‌های یادم بس کتمان میگفتن همیشه جیبک‌های همیشه داشتن همون فصل تابستون همونا بسیارتر دوست می داشتم در اون دوره شلیپ بود همون شلیپ قطیوه میپوشیدم عبدالله نظری در سن 27 سالگی عنوان حافظ خلقی تاجیکستان را گرفت. همین پنجتار زیبایی را که می‌بینید چوب این تاریخ 100 ساله دارد و این را همراه برادرش محمدالله ساختند که تا حال در این خانه محفوظ نگاه داشته می‌شود. این از خانه است از خانه ستون به یک خانه قدیمی در منطقه درواز بوده در اون منطقه که رفتیم همین ستون بدید بسیار کلان بسیار ستون با قوت بود بعد پدرم گفت که اینا چقدر نشوید من خودم میبیارم از این من تنبور میسازم فعالیت ایجادیش با همین تنبور ثبت‌های تلویزیونی و ثبت‌های رادیوییش با همین اسباب کردم و این در دست من همچون توفه از پدرم یادگاری مانده است. اسباب‌هایی که در این خانه شما دیده استودید اسباب‌هایی که با استاد شادروان عبدالله نظری از طرف شخصیت‌هایی که در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان زندگی می‌کردند و عبدالله نظری با آنها روابط دوستانه و خویشتباری و قومیگری داشتند بعد از هر یک معرکه‌ای که در آنجا هنرنمایی می‌کردند به این کس توفه کردند. دوتاری پرده ساختی مردمی خوجند از استاهای خوجند این ساختند با استاد تقدیم کردند و من این 3 تار میگویم و 5 تاری بدخشانی ساختارش هم با اسباب‌های بدخشان تعلق دارد این اسباب از یکی از شاگردان دست پروری من هست که به خاطر استاد 1 سال 2 سال شد که در همین خانه آویزاده است و استفاده میبریم.
42 سال شد من کلین کلانی همین خاندان هستم. خسرم بسیار آدم حلیم مهربان بود و بسیارتر همخیر خروخوی ملی تاجیکی را نظم میدید. پیش افخار کردن تعیین میکرد که و افخار شروع نکنید شما. روش توپه شکر و قروتوب همخیر بسیار را نظم میدید بسیارتر. баъди садсолаҳо ҳам сурудҳои абадзиндаи абдулло назрӣ дар иҷрои вористони ҳунараш садо хоҳад дод. муҳим ин ки мо хотироти ӯро, мероси эҷодии ӯро, қадамҷои ӯро ва номи ӯро ҳамеша гиромӣ бидорем.